سلام و درود بر شما عزیزان از پیر و جوان در سراسر جهان. امیدوارم حالتون خوب باشه. در این نوبت نیز در 2 بخش به سراغ یک داستان معنوی می رویم. در بخش اول بر اساس پیام و حال و هوای اصلی داستان یا شعر سعی می کنم یک روایت امروزی تر رو براتون تعریف کنم تا نسل جوان و مهاجر بتونن ارتباط بهتری باش برقرار کنن. در بخش دوم هم گلچینی از شعر و داستان اصلی رو تقدیم حضورتون میکنم. با این مقدمه کوتاه اگر آمادگی دارید سوار بر بال خیال سیمرغ جستجوگر بشیم و به سراغ یکی از داستانهای عطار نشابوری برویم. داستانی درباره آینده که با درایت امروز میتوان فردای روشنتری را انتظار داشته باشی. و حالا این شما و این داستان اول. بهار لندن بود. ابتدا باران و سپس آفتاب ملایم از میان شاخه‌های درختان بلند ریجنس پارک میتابید. پرنده ها آواز می‌خواندند. صدای طبل و آواز مردمان جامائیکایی در دوردست میپیچید که در حال رقص و پایکوبی بودند. در گوشه‌ای عرب‌ها با لباس بلند سفید حلقه زده بودند و چای می نوشیدند. کمی دورتر هندی‌ها یوگا می کردند. جماعت جامائیکایی که می رقصیدند و می خواندند توجه بیشتری به خود جلب می کردند. در مسیر خلوت‌تر پارک 6 مرد فارسی زبان با آرامی قدم می زدند و به گرمی از هر دری صحبت می کردند. حبیب مرد آرام و اندیشناک ساکت‌تر از گذشته بود. کنارش رحمان که همیشه پیش قدم در حرف زدن بود قدم میزد. آن سوتر نادر معلم قدیمی با لهجه شیرین تاجیک عینکش را مدام جابجا میکرد. و سرهنگ بلند بالا بازنشسته با سیبیل پرپشت. او هنوز نگاه نظامی داشت. جمشید تاجری حسابگر که موبایلش را پی در پی چک میکرد و زیر لب چیزی به اعتراض میگفت. داوود دندانپزشک افغان با خنده‌های بلند و شوخی‌های تند و گاه نیشدار و بهرام هنرمند با شالی رنگی و دفتری پر از طرح‌های جور و جور و آرزوهای بزرگ در جمع نگاهی ژرف به طبیعت داشت. رحمان با آرامی رو به حبیب کرد و گفت: حبیب جان، این مدت خیلی تو خودتی، مثل قدیما پرحرف نیستی. چی شده؟ خدای نکرده اتفاقی افتاده؟ شاید از من یا یکی از دوستا رنجیدی؟ نادر سری به تایید تکان داد و گفت: راست میگه حبیب جان، کمتر به پارک میایی، نکنه مریضی یا واقعا از کسی دلگیری؟ حبیب آرام آهی کشید و گفت: مریضی؟ نه، خدا رو شکر خوبم. دلخوری از این دوستان خوب مگه میشه؟ حالا که پرسیدید عرض میکنم مشکل من شاید مشکل شما هم باشه و بتونیم همفکری کنیم. راستش دل مشغولیم نوهام هستن که ماشاءالله به سرعت نور دارن بزرگ میشن، اما متاسفانه چیزی از زبان و فرهنگ ما نمیدونن. همش انگلیسی، همش تلویزیون و موبایل. حس میکنم در حق اونا کوتاهی کردم. سرهنگ دستی به سیبیل خود کشید و با جملاتی قاطع و نظامیوار گفت: بچه ها خودشون راه خودشونو پیدا میکنن، چه کوتاهی؟ اصلا مگه به حرف ما پیر و پاتالا گوش میدن؟ آقا جان، زمانه عوض شده، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ بهرام با لحنی ملایمتر گفت: درخت بیریشه رو هر باد که بیاد میبره. نسل بی فرهنگ مثل برگ خشک میشه. حبیب حق داره که نگران باشه، ما هم باید نگران باشیم و به خودمون بیاییم. حبیب بعد از سکوت کوتاه سری تکان داد و گفت: این اتفاق شاید برای شما هم جالب باشه یا تجربه کرده باشید. چند روز پیش نوه 4 سالم مثنوی رو از قفسه کتابخونه برداشت و آمد بغلم نشست و به انگلیسی و چند کلمه فارسی گفت: بابا، 1 صفحه تو بخون، 1 صفحه من. بعدش هم ادامه داد که موقع خواب
ددی برام کتاب انگلیسی میخونه، شما هم امشب برام قصه فارسی بخون. البته فارسی چندانی بلد نیست، اما در همخوانی مثنوی آهنگ صدا و شعر رو گرفت و با من همراهی کرد. همون لحظه فهمیدم باید کاری کنم. از اون روز شروع کردم حکایت‌های کوتاه از ادب فارسی رو ساده کنم و همراه اصل شعر برای بچه‌ها، برای نوجوانا، حتی برای خودمون بزرگترها آماده کنم. و جالب این که پدر نوه‌هام که انگلیسی هست از این کار من خیلی استقبال کرد. نادر به هیجان آمد و گفت عجب فکر قشنگی، این میتونه پلی باشه بین گذشته و آینده و حتی بین اقوام و ملل. رحمان سرش را خاراند و به تأسف سری تکان داد و گفت اما ثمرش دیر میرسه، مثل درخت گردو که دیر ثمر میده. میوه‌اش شاید به عمر ما قد نده. همه چی در این تندباد عمر کوتاه و روزگار تلف میشه. جمشید با خنده‌ای بلند به کشتار گفت گردو چه مثال بانمکی. برادر من، گردو خرج میخواد، باغبون میخواد، فرهنگم همینه. بی پول هیچ کاری جلو نمیره. تازه کی کتاب میخونه؟ این دور زمونه همه سرشون تو گوشی و تبلته. کار تو قشنگه حبیب جان، اما بازده اقتصادی نداره. وقتی بازده اقتصادی نداره یعنی مخاطب نداره، یعنی فرهنگ بی فرهنگ. داوود سری به تایید تکان داد و گفت منم همینو میگم. جوونا دنبال راحتی هن، رقص و آواز و کلیپ های کوتاه هیجانی و نه شاهنامه و سعدی و مولانا. بابا دانشجو نمیتونه 2 خط شعر فردوسی رو درست بخونه. حالا تو این سرزمینی که همه انگلیسی و علمی فکر میکنن میخوای درس مولانا و سعدی بدی؟ عجب. بهرام جدی نگاهی به داوود کرد و گفت انسان بی فرهنگ مثل دهان بی دندون میمونه دکتر جان، خالی و بی قدرت. داوود با خنده و شوخی گفت دندون رو میشه ایمپلنت کرد، فرهنگ رو چی؟ حبیب لبخند ملایمی زد و روی جمع کرد و گفت شاید حق با شما باشه، بحثی ندارم، اما من با توکل و امید بذر میکارم. اگر فقط یک بچه در غربت روزی دلش بلرزه و دلش هوای ادب فارسی کنه کافیه. تخم کاشته شده سر از خاک در میاره و دامن گستر میشه. نادر سری به تایید تکان داد و گفت احسنت بر شما. فرهنگ یعنی فکر و عمل. اگر هر کدوم از ما با فکر، مطالعه و عمل قدمی به جلو برداریم، قطره‌ها به آرامی تبدیل به دریا میشن. در این میان حبیب تبلتش را بیرون آورد، صفحه ای را باز کرد. تصویر نقاشی و متن ساده ای از حکایت گلستان سعدی نمایان شد. نادر با ذوق ورق زد. رحمان سری تکان داد. سرهنگ با نگاهی جدی گفت البته کار بزرگیه ولی سخته، شایدم آینده خوبی داشته باشه. حبیب سری به تایید تکان داد و گفت بله کار سختیه. اصلا بدون سختی راحتی معنا نداره. میدونی مهم اینه که حسرت تو دلمون نمونه. باید کاری کنیم. به قول سعدی به راه بادیه رفتن به از نشستن خاموش. اگر مراد نیابیم به قدر وسع بکوشیم. رحمان دستی بر شانه حبیب زد و با جدیت گفت من پشتتم، حتی اگه نتیجهشو نبینم. همین که شروع کنیم آرامش میده که با هیچ پولی عوض نمیشه کرد. این کار حداقل یه فیزیوتراپی روحی برای خودمون که هست. نتیجه نقدش اینه. آینده رو کی دیده؟ خدا میدونه. نادر دستانش را به هم مالید و گفت منم کمک میکنم. رحمان با هیجان گفت کار پخششم با من. حرفه‌ای نیستم ولی قول میدم تلاشمو بکنم. بهرام با شور و شوق گفت تصویرگریش با من. میخوام نقاشی ها مینیاتوری باشه. به نظر هم از منظر نظری و هم بصری میتونیم معرف فرهنگ فارسی زبانان باشیم. جمشید با تردید منمنی کرد و گفت باشه نمیخوام تو کار جمع نبیارم. منم کمک مالی میکنم. البته نه از سر علاقه، از سر تجربه میدونم هر کاری خرج داره.
شایدم به سودی برسیم. اگه هم نرسیدیم باکی نیست، پوز فرهنگی که هست. داوود آرام و با تردید گفت منم شاید اشتباه میکردم. اگه دل بچه هامون، نوه هامون و اصلا خودمون روشن بشه خب خوبه دیگه. منم هستم، هرچی شما بگید حبیب جان. حبیب از شوق دستی بر شانه دوستانش زد و گفت همین همدلی شما برای من بزرگترین کمک و پاداشه. ما همه بذرکاریم. اینطوری به جای تنها همنشینی با خودمون و مرور گذشته های تلخ و شیرین، هر نوبت همنشین فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ و دیگر بزرگان ادب فارسی میشیم. هم شاگردی میکنیم و هم شاید استادی. خب دوستان عزیز، در اینجا بخش اول داستان دیگران کاشتن به پایان رسید. تا هفته دیگر و ادامه داستان و پیگیری اصل داستان از عطار نشابوری در بخش دوم و پایانی شما را به خدای بزرگ می سپارم. سلامت و موفق باشید. خدا نگهدار.